میخوام از لحظه حالم لذت ببرم. من تو دوستی همه چیم همینه. کاری من برم سراغ سخت منجر میشه به ایجاد یه طوفان. ولی دختره رو میخواد. خب من میگم سلام پدرم. زهرا عزیزیان هستم، روانشناس و مشاور پیش از ازدواج. موضوع جلسه امروز دختران علیه دخترانه و مخاطبمون دختر خانم هایی هستن که آگاهانه یا ناآگاهانه متاسفانه وارد روابطی میشن که این روابط باعث میشه که یک آقا پسر نیازهای خودش رو در اون رابطه رفع بکنه و همین باعث میشه که یا سن ازدواجش بالا بره یا اینکه کلا بی خیال ازدواج و مسئولیت ها و سختی های ازدواج بشه و این چیزی که دودش در نهایت در چشم خود دختر خانم ها میره. عنوانی که انتخاب شد برای موضوعی که بخواد باعث بشه من بیام تو این دوره همی از این بابت جذاب بود که شاید بگم دردی بود که من تو جامعه حس کردم این اواخر. روشنا شالچی هستم، 22 ساله، دانشجو. حالا این باعث میشه یه عادی سازی الان تو جامعه رخ بده. اصلا چیز بدی نیست پارتنر داشتن، اصلا چیز بدی نیست رابطه بودن. لفظی مثلا اکس قبلی فلان بسان، حالا اینجور الفاظ خیلی عادی شده، خیلی راحت شده. قبلا انگار قبح بیشتری داشت. منم این که دو نفر فقط صرفاً دو نفر شخص با هم دیگه باشن حالا ببینیم چی میشه، با این مخالفم. هانیه پارسا هستم، 22 سالمه، دانشجو رشته مامایی. ولی حالا طولانی بشه در اطلاع خانواده ها به نظرم مشکلی نداره. خیلی از دخترها میگن وقتی من توی رابطه‌ام خب تا حدودی نیاز مالی رفع میشه، مناسبت‌ها هدیه‌ام میگیرم، جایی که دوست دارم پارتنرم منو میبره. خب وقتی من صفر تا صدم تامینه، حالا برای اینکه اون مسئولیت اون تعهد نیست. مریم اسحاقی هستم، 22 ساله، دانشجو رشته روانشناسی. خب چرا باید این رو بذارم کنار، از خودگذشتگی داشته باشم که ازدواج کنم با کسی که اینا رو برای من فراهم کنه؟ این تفکرام هست. چرا وقتی راحتم از خودم دردسر درست کنم؟ من تو دوستی همه چیم تامینه، چرا خودم رو درگیر خانواده همسر بکنم که کلی هم چالش میطلبه؟ الان شما خودتون رو بزنید جای پسر، همش نشینیم اینجا الان آقا پسر رو بگن که خب شما که همتون 4 تا دختر نشستین، همه چیو دارین از دید دخترا نگاه میکنین. الان شما فکر کن یا آقا پسرین، اگه واقعا الان با این وضع جامعه که خودتون همه تو دانشگاه هستین، تو محیط‌های اجتماعی هستین، اگه شما یه پسر بودین الان کدوم رو انتخاب می‌کردین؟ این که مهریه سرمو بندازم پایین، گل بگیرم، شیرینی بگیرم، 10 تا خواستگاری برم، یکی رو بپذیرم، برای چی برم تو رابطه‌ای که زیر بار مهریه برم؟ خب این سوال هست واقعا و همیشه هم گزینه انتخابی فکر می‌کنم مورد دوم باشه. شما اگه آقا پسر بودین سمت بازار آزاد میرفتی؟ نه خب ترجیح من ازدواج رو انتخاب میکنم، ولی میگم این دیده هست. وقتی منوپازه، حالا مورد خوبی نیست برای گفتن، ولی خب چرا برم رون موردی فوکوس کنم که سخت رسیدم بهش؟ من این وسط حس کنم دخترم آسیب میبینه. فاطمه اردویی هستم، 22 سالمه، دانشجو رشته طراحی لباس هستم. یه مدت میگه من وارد اون رابطه بشم نیازهای عاطفیمو برطرف کنم، ولی حس کنم بعد یه مدت به جای اینکه نیاز برطرف بشه باز یه سری آسیب‌ها بهش میخوره، چون اون نیاز تمام مدت نیست، برای همیشه نیست، یه تایمی داره بالاخره و اون تایم تمام میشه و این عاطفیه برای دختر خیلی سنگین تر تمام. خب این به غیر از آسیب هیچ چیز دیگه ای نداره و هر چقدر این رابطه طولانی تر میشه اون آسیب هم جدی تر میشه و عمیق تر میشه. چیزی که در واقعیت جامعه داریم میبینیم خیلی از این روابط به نتیجه نمیرسه، یعنی علیرغم اینکه شروع همش با قصد و نیت ازدواجه ولی چند تاشون سرانجام پیدا میکنه. بعد میبینه هر کی که میاد خواستگاری به دلش نمیشینه، میاد پیش مشاور میگه من 20 تا خواستگار دارم، هیچ کدومش به دلم نمیشینه. بعد وقتی میام گذشته اون فرد رو بررسی میکنیم، ما یه دلبستگی، یه وابستگی یه جایی داشته به یه آدمی که ناخودآگاه ذهنش داره همه رو با اون مقایسه میکنه، به خاطر این هیچکی به دلش نمیشینه. یه مسئله هم که هست، حالا ما داریم میگیم مسئله زیر نظر خانواده، خیلی ها هستن که دخترم خودش راضیه، میگه نمیخوام خانواده بدونن، توی رابطه هم هست میره جلو، اگه شد نشدم نشد. میگه برای من مهم نیست که این رابطه سرانجام داشته باشه و میدونم هم آسیب برام داره، ولی میخوام از لحظه حالم لذت ببرم، الانو بچسب. شما این حقو بهش میدین یا نه؟ نه. مثلا اینکه اگه از این خوشم نیومد میرم با یکی دیگه ادامه میدم. چه خلأ آگاهی به نظر من حس میشه. منشأ چی بوده اون خلأ آگاهی؟ میگه خب من به تو چیکار دارم؟ خب نه، همچین سیستمی صادق نیست. من به تو چی کار دارم نیستش. همین حالتی که یه دختر خانم میاد اینو میگه که الان بگیم خیلی عادی سازی شده تو جامعه، باعث میشه من وقتی بگم سلام پدرم، میگه خدافظ. عموم دختر خانم ها دارن این کارو میکنن، پس
الان کلا زمین بازی به هم ریخته. این اثرش رو کل جامعه است. من میگم آقا توی دختر کف جامعه داری اینجوری رفتار میکنی، این باعث میشه من نتونم تو اون سیستمی که بخوام پیش برم. بعد حالا اون میاد واسه خودم دارم تصمیم میگیرم به تو چیکار دارم، افکتش روی کل جامعه رو دیگه در نظر نمیگیره. دودش داره تو چشم منم میره، پس تو نمیتونی هر جور میخوای رفتار بکنی. اینا باعث میشه همش این خروجی رو بده که نرخ ازدواج اومده پایین، سختگیری‌ها زیاد شده، کمالگرایی رفته بالا. به قول مادر بزرگمون میگفت دخترها تا یه تایم طلایی دارن برای ورود خواستگار و شروع یه زندگی. اگه تایم بگذره اون فرصت طلایی شاید یا از بین بره یا کم شه. نکته اینجاست که همه دوست ندارن ازدواج کنن. هدفش یه نفر میگه که آقا من مثلا میخوام تا 50 سالگی خودم شغلمو داشته باشم، سفرمو تنها برم، نهایتا با گروه دوستان. خب خیلی خب، تو میگی کسی که ازدواجش رو مثلا بذاره 50 سالگی به همه چی برسه دیگه جذابیتش رو از دست میده. طرف سنش مثلا 35 ساله، دختر 20 ساله 19 20 ساله بخواد، بعد این روند ازدواج دخترایی که تو اون سنن یا پسرایی که تو اون سنن مختل میکنه. بازم یه مشکل دیگه آره، اضافه اینم میکنه باز به مشکل دیگه مشکلاتمون توش میاره که ما الان با این مسئله مواجهیم دیگه. یعنی آقا پسرهای دهه 60 که سراغ دهه 70 و 80 رفتن و دختر خانم‌های دهه 60 که متاسفانه دیگه موقعیت ازدواجشون روز به روز داره کمتر میشه. در هر صورت این بالا رفتن سن ازدواج حتی خیلی وقتا میتونه به کلا ازدواج نکردن منجر بشه. مثلا ما توی بستگانمون یه آقایی هست 32 سالشه، داشتم به دوستان میگفتم موقعیت اقتصادی مالیش همه چیز صد، ولی میگه دیگه دوست ندارم ازدواج کنم. یعنی هیچ رقابتی نیست. این چیزی که میگی فکر میکنم هممون یکی دو مورد دیدیم که از این سنی به بعد دقیقاً که دیگه دوست ندارن ازدواج کنن. میگم دوست ندارن، از اون بر خانوم‌هایی هم که سنشون میره بالا دوست دارن ولی دیگه موقعیت ندارن. این نکته که وجود داره اثر پروانه دیگه، بار زدن کوچیک یه پروانه است، ولی انقدر هی پله پله منجر میشه به ایجاد یه طوفان که حالا خیلی ها درگیر خودش میکنن. ما یه بحث داریم روانشناسی اجتماعی، یعنی اگه بخوایم نخوایم هر کار ما تأثیر میذاره توی جامعه. در نهایت میشم که همه ما سرنشینای یه قایقیم، یه کشتیم. برمیگرده به اون آگاهی که دوستامون گفتن. وقتی آموزشی به من داده نمیشه توی سنینی که باید، خب بهتر من مسیری که میرم غلطه. من باید یاد بدن مسیر درست زندگی رو. وقتی من بلد نیستم نمیتونم خب روش زندگی درست رو اجرا کنم. اصلا کلا حریم داشتن چیز خوبیه. حالا یک نفر این حریم رو رابطه جنسی تعریف میکنه برای خودش، یه نفر نه، همین چت کردنی که هیچ کس هم ازش خبر نداره و من توی گوشی با یه نفر یه مدتی در ارتباطم و حس میکنم خب این که به جای بر نمیخوره، این چه ربطی داره، اون راضی منم راضی، هیچ کی هم ازش خبر نداره، ولی نمیدونم که آقا تو روح و روان من، تو روح و روان طرف مقابل آره تاثیرشو میذاره. اتفاقا تو رابطه مجازی از یه بعدی بدتر هم هست. چرا؟ چون من اون آدم رو با تخیلات خودم بخش زیادیش رو میسازم. بیایم توی ابعاد مختلف حریم‌های خودمون رو مشخص بکنیم یا حتی یه پله جلوتر هم بریم. یعنی بگم خب مثلا من تا حالا رابطه مجازی برام مشکلی نداشت ولی الان دیگه میخوام اینم مراقبت بکنم. خیلی نکات خوبی گفتین، بزرگوارین و ممنونم از مخاطبا که ما رو دیدین.